پاداش خیانتش را از معاویه بگیرد. آماده باش. یاد تو یا حسن ابن علی. افساری فرار کنند، بگیریدشان. برخیزید. اکنون به بیعت ما با امیرالمؤمنین تا آن دم که ملک الموت ما را از این جهان به سرای باقی رهنمون شود مسجل است و پایدار، از زبان این جماعت با خلیفه و ولی نعمت خویش سخنی دارم. آیا رواست که امروز خود از امیری همچون تو بهره‌مند باشیم، ولی فردا فرزندانمان از داشتن خلیفه‌ای بزرگ محروم بمانند؟ به خدا که نه، این عین ظلم است. خلیفه مسلمین جانشین می‌خواهد و به راستی که در این کره خاکی شایسته تر از ولد خلف تو کیست که خورشید آسمان خلافت است و برگزیده نخبه های خلق خدا. خداوند امیرالمؤمنین را به سلامت دارد. به راستی شایسته تر از یزید در زمانه ما هیچ کس نیست. ای امیر مؤمنان، ای امیر مؤمنان، در پی خود امت را بی پناه مپسند. سپاس پروردگار را که به من و خاندانم توفیق بندگی و خدمت به مسلمین عنایت فرمود. همین ما را بس. بیش از این چه میخواهم؟ دنیا بازی و بازیچه است. والله که از این همه قوقا دلتنگ و خستم. کفی زمین میخواهم و دلوی آب که بذری بپاشم و به رنج تن نانی فراهم آورم و عمر به عبادت بگذرانم. ولی چه سود که پروردگار این بار را بر دوش من گذاشته است. اما در مورد فرزندم نه، دیگر تحملش را ندارم. بس است، دیگر قبول نمی کنم. الله الله الله، پروردگارا عزتش را بیفزای که پاسدار عزت توست و برآورنده آمال بندگان تو. خدایت نعمت افزون کند اگر به ندای این جماعت لبیک گویی و بار اندوهی چنین سنگین را از سینه های ما بردارید. آگاه باشید جماعت، آگاه باشید که اگر امیرالمؤمنین قبول بفرمایند، من به شکرانه این نعمت 100 گوسفند، 10 شتر و 12 ناقه قربان خواهم کرد و به مستمندان خواهم داد. من 2 بار بیش از آن چه تو گفتی قربانی میکنم. خداوند امیرالمؤمنین را به سلامت دارد. من 3 بار بیشتر قربان میکنم. 300 گوسفند، 30 شتر و 40 ناقه. شما چنین میپسندید؟ شاید دیگران نپسندیدن. اگر میشود
دمشق و شام که ظاهرا فرزند مرا خوب میشناسند و با زهد و تقوا و خداپرستی او آشنا هستند و تا آنجا که من میدانم همه او را دوست دارند و بعید مینماید که کسی با او مخالفتی داشته باشد. و شما ای بزرگان، شما چه میگویید؟ آیا یزید را برای ولایت اهدی میپسندید؟ اگر کسی مخالفتی دارد بگوید، مانعی در کار نیست. هیچ کس متعرض او نمیشود. یک بار دیگر برای اطمینان خاطر میپرسم، آیا شما همه از عمق جانتان با فرزند من یزید بیعت مینمایید؟ نباید کوچکترین شک و تردیدی در قلب کسی وجود داشته باشد. بیعت باید از عمق جان و با اخلاص و اطمینان صورت پذیرد. خدا قبول کند. در بین راه خاتون را با تیر زدن. بدون شک کار طرفداران حسن ابن علی. مرده است؟ آری، حب تیر در قلبش نشسته. زارب را دستگیر کردند؟ خیراً ظاهراً 2 نفر بودند که هر دو گریختند. دیدن جسد بی جان او تو را غمگین نمی کند؟ چه بگویم؟ نمیدانم. من جسدهای بی جان فراوان دیدم. از این به بعد بیشتر خواهی دید. آری، فقط وقتی به جسد خود می اندیشم کمی وحشت زده می شدم. و جسد من؟ البته، و جسد شما. دیدن جسد امیر هم مرا غمگین خواهد کرد. چه اشتیاقی داشت بیچاره. بالاخره به آرزویش نرسید و خلافت تو را ندید. آری، بیچاره. او تنها کسی بود در این قصر که چنین آرزویی داشت. و من؟ البته شما. ولی شما هم نخواهید دید. یزید کجاست؟ او باید قصد پدرش را به من نشان بدهد.